فکر نمی که کتی ادمای ایران هم صحبت شویم. آره ایرانی هم. از کجا فهمیدی؟ ویا نه یا کستاتی ریال یا از ایران. این چی است برادر؟ این ماسک است برادر. تاجیک هستی؟ تاجیک هستم برادر. خوبی؟ صحت سلامتی؟ قربانه. او چه میکروفون خفنی داری. بله بله. ای بچه استریم میگم میکنی؟ در کجا هستید خدا؟ من روسیه. چی کار میکنید در روسیه برادر؟ کار میکنم، درس میخونم، استریم میکنم. زنده باشه. در کجای روسیه قربانت. هستی؟ در کجای من روسیه؟ مسکو. مسکو خوب است؟ معقول است؟ ای بدکش نیست. ای بچه ای چی گونه کار کردی؟ من نفهمیدم این چیه؟ چی یگان یوتیوب. پروگرام هسته که چی هستی؟ آره. ای بابایی اینجا بگو اینجا بیا. ای گوش کی؟ بوار که ما همه قدر کفتم هیچ نکی یک ایرونیا که بیام هم صحبت شما فهمیدی برای که این چی وبسایت از چت رولت کنه؟ نمیدونم ایرانیا چی استفاده میکنن. ایرانیا چون داخل ایران فیلتر شکن میزنن، ممکن یهو بری آلمان پیدا کنی، یهو بری لندن پیدا کنی، یهو بری آمریکا پیدا کنی، چون ایران نداره دیگه قطعا. او چی خیلی ایرانیو ندارن. تاجیکستانی چی گونه با ایرانیو هم صحبت میشن. من چند تا ویدیو نوار دیگه هستم در صفحه اجتماعی انا میبرن کتی ایرانیو هم صحبت میشن. الان من و تو چجوری هم صحبت من خارج از ایرانم دیگه. بله لیکن میدونی چی گفتنی هستم. توجیکو که استریم میکنن یک تا نه 10 تا ایرانی پیدا میشود. میفهمی؟ استریم میکنن؟ بله. توجیکستانی ما همین یک چند تا ویدیو نوار دیدم. تاجیکا اکثرا مگه به زبان روسی استریم نمیکنن؟ نه با زبانی توجیکی استریم میکنن که یک کمی ایرانی دخترای ایرانی بچه ایرانی پیدا میشن. تویچ استریم میکنن؟ نمیدونم، ممکن تویچ باشه. انا میشه نمیدونم. همون دیگه. تو کدوم اپ؟ چون تو تویچ من هرچی تاجیکی دیدم همه به زبان روسی استریم میکنن. آره. ما توجیکی ما با زبان توجیکی پرسی استریم میکنیم برادر. شما خوبین؟ صحت سلامتین؟ شما از کجای ایران هستی برادر؟ من از سیستان و بلوچستان. بلوچستان. واه این کونی ایرانی کنجی همون پاکستان و افغانستان. آره اون ته ایرانه. آره. خودت بلوچ نیستی؟ خودم بلوچم دیگه. بلوچ هستی؟ خب اصالتا همین بلوچو زبان الهی چی گونه زبان دارن بلوچ؟ آره زبان بلوچی دارن. نه زبان بلوچی پاکستانی نیست. یعنی فرقتی هست بین زبان پارسی و بلوچی؟ ببین فارسیه. خب همون فارسیه. کلا تو ایران همه فارسی حرف میزنن به غیر از ترکا. خب همه فارسی حرف میزنن، منتها گویشا فرق میکنه. الان همونجوری که مثلا تاجیکا فارسی حرف میزنن بعضی از ایرانی‌ها نمیفهمن. تو ایران هم خب همشون که مثلا یه مقدار خیلی کمشون پرسن. خب بله. کرد دارن، لور دارن، بلوچ دارن، عرب دارن. اکثرا همه فارسی صحبت میکنن. خب ولی با گویش مثلا لهجه دارن، اکسنت دارن. من این حال در بریتانیا هستم برادر و در اینجا من خیلی چند تا هم رفیق ایرانی گویم دارم. چی ترکش، چی کردش، لورش هم دارم. انا ترکوی چیز از تبریز ترکو هستن اینجا، رفیقای من هستن، بچه‌های خیلی خوب هستن. از لوریستان هستن، انا از کردوش هستن، از تهران هستن، از مشهد هستن. اما از بلوچستان یگان تا حال شناس نبودم. خودت یکم هستی؟ ببین بلوچستان خب یه جایی که به نظرم تو ایران خیلی در حقش ظلم شده. یعنی تو کل ایران رو بذار کنار، بلوچستان رو بذار یه کنار دیگه. بلوچستان نه آب درست حسابی. البته الان کلا ایران که وضعش خراب است به صورت کلی، ولی بلوچستان نه رسیدگی درست حسابی میشه. بعضی از شهرهاش هنوز آب و برق ندارن، بعضی از روستاش مدرسه درست حسابی ندارن، بعضی جاهاشون. میگم اصلا بلوچستان الان عین غزه است، عین فلسطینه. اینجوری خدا جدی میگم. بچه غزه و فلسطین از حد با هیچ چیزی نداره. از لحاظ امکاناتی دارم میگم و نه از لحاظ جنگ و اینجور چیزا. از لحاظ امکاناتی یعنی کسی که الان تو غزه و فلسطین داره زندگی میکنه ممکنه وضعیتش از کسی که تو بلوچستان زندگی میکنه بهتر باشه حتی.
اینجوری بهت بگم. خب میدونی چی حوزی که گفتی چجوری من فهمیدم که تو ایرانی هستی، من نفهمیدم. من همین استریم که اسم گیرون هم نه یگون چیزا ندیدم. من همین استریم گیرون کردم، یک پیش است یک چند نفر برومدن، من اویو سوال دادم که چی گونه کنیم که با همین فارسی سوال دادم که چی گونه کنیم که با یگون ایرانی هم صحبت شویم. فهمیدی؟ یکی خودت گفتی که ایرانی هستی، فهمیدی؟ خب چند سال است که در روسیه هستی برادر؟ من 5 سال. 5 واه سال و نیم. واه واه ای بچه زبان روسی اصول کردی؟ آره دیگه، من دندون پزشکی میخونم اینجا به زبان روسی. واو 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 واو. خب پس از ختمی مثلا دندون پزشکی برمیگردی ایران یا که من خودت داری در روسیه؟ اینجا دانشگاهی که دارم توش درس میخونم، خب خودش بهم پیشنهاد داده که کار کنم داخلش. یعنی خود دوست داری یا دانشگاه. که دوست داری؟ ببین دوست داشتن که چرا دوست نداشته باشم. بعدم من الان درست بلوچستان، بله. یعنی اهل بلوچستانم و جایی که خیلی گرمه. مم. ولی من الان اینجا هوا مثلا یه خورده گرم میشه نمیتونم زندگی کنم. یعنی حتما باید هوا خنک باشه. بعد اینجا عادت کردم، 5 سال اومدم اینجا عادت کردم. سر حتی همون آب و هوا و اینجور چیزاش هم که شده فکر نکنم ایران برگردم. خب نام شما چیست؟ اسم شما؟ اسم من شهر؟ جواد. جواد. آره. جواد جواد جواهیر. دوستام داوید صدا میکنن اکثرا. جواد ببین جواد من یکم بار شنیدم. جواهیر میدونم جواهیر. جواد اسم جاوید. عربیه. جاوید. جاوید. آره رفیقام بهم میگن جاوید، میگن داوید، میگن دیوید، ولی جواد رو هیچکی نمیتونه درست حسابی بگه. خب خب میگه چجوری نوشته میشه؟ دژ به روسی. بله ج بله ندارن. آره. جاوید. جواد 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 آره جواد. جواد ده. خفه شو با نمیگی خفه شو، ما جاوید نیستیم، ما جواد هستیم. نه من کاری ندارم، من هر کی هرچی صدام بزنه اوکی. خب نوعی میگم جواد، میگن داوید، جاوید، نمیدونم. آه. لطیفه. او را پیشک میگن، گربه میگن، چی میگن شا؟ آره گربه. گربه. خب نام ما شاهرخ برادر، خیلی خوشحال او شدم که شاهرخ. بله قربونت. خیلی خوشحال اصلا شدم. اسم قشنگ فارسی. زنده باشید. شاهرخ. حال میکنم زنده واسه. باشید برادر. انا ببین من خیلی وقت شد که یک استریم میبرم، یک کمی با زبان انگلیسی، روسی یا که فارسی با یگان کس حرف میزنم، حرکت میکنم یگان دیگه زبان هایم یعنی آموزون و یک چند وقت گفتم که با همه ایرانی یک همصحبت شوم. هیچ نه که بیایم کدام وبسایت میشنن در کجا خلاصه همین صفحه اجتماعی دا میشنن. انا ببین چی گناه شد که خطا یافتم. با در روسیه هستی، در مسکو آره. هستی. خب برادر در همین روسیه مثلا خودت هم همون موقع چرنژوپ هستی نه؟ آره میان چورناژوب. من دوست دختر یه دوست دختر روس داشتم که چی صدا میکرد کلا. چورناژوب چرنژوپه صدا چورکا میکرد. نمیگفته آخی؟ چورکا نه نمیگفته؟ چورک رفیقات تاجیک هم بهم میگفتن. ای نخواد توجیکو تو را چورکا بگنه ای بچه. نه به شوخی میگفتن، من مسخره میفهمم میکردن. آخی نخواه همون شوخی هم کتی خو همون توجیک تو را دیگه چورکا بگه. خب یگون کس همین یگون کلمه بعد میگن یا که نه چی فکر داری کنه یا معلوماته. من مثلا در روسیه زندگی کردگی هستم. مثلا حرف بد بهم بزنن منظورته؟ بله هستن هم که مردم یا که نه. حتی نه تو استودنت روس. هستی برای که تو ببین یه چیزی بهت بگم، به شوخی آره. مثلا من با یکی شوخی میکنم، مثلا من اینجا رفیق کلمبیایی دارم، رفیق سیاپوست دارم، رفیق عرب دارم. به شوخی آره، مثلا من با یکی از رفیقام شوخی دارم، مثلا به رفیق سیاپوستم اون کلمه‌ای که حالا نمیشه بگی رو میگم. خب اونم مثلا من میگه آره چورنی ژوپا، یا مثلا میگه چورک. ولی به صورت اینکه مردم بیان نسبت به من جبهه بگن نه. ولی اتفاقا خیلی هم یه چیزی که جالب راجع به روسا باحاله اینه که وقتی به روسی حرف میزنی خیلی خوششون میاد. یعنی اینکه یه خارجی، حالا مخصوصا ایرانی که اصلا ما زبان روسی هم تو ایران هیچ آشنایی هیچکی نداره، نه آلفابتش میشناسن، نه اصلا میفهمن کسی روسی چی هست تو ایران. وقتی مثلا میبینن یکی که از ایرانه مثلا روسی داره حرف میزنه و اینا، خیلی اتفاقا باحال استقبال میکنن. خب حالا نشده اونجوری. خیلی بهترین است باور که بهترین است برادر. خب تو چی استریم میکنی مثلا؟ اویدی چی استریم میکنی؟ در استریمود اویدی من چی حرف میزنی؟ گیم استریم میکنم، بازی میکنم، گیم چی میزنم. بازی میزنی؟
کانتر استرایک، رمبو سیکس سیج، کال آف دیوتی، همینه. واه بچه کنتر استرایک ما یک بازی میکردم انا دوتا یا میدونی دوتا دوتا دو اصلا 2 سال سعی کردم یادش بگیرم نتونستم. نتونستی؟ خیلی آدم زیاد داره اصلا نه متوجهش چی خیلی نمیشدم. اصول است کو یگون چی مشکلی نداره. خیلی پرسوناژ داره. پرسوناژ نمی‌فهمم. خواه بله این من چند بار بازی کردم بچه های ایرونیو خیلی زیاد هستن که همی دوتا بازی میکنن فهمیدی؟ آره اما کنتر استرایک من نمیدونم کنتر استرایک ممکن که نه قدر چیز بازی کنن. خب گفتی دوستای تاجیکستانی داری برادر، دوستای تاجیکستانی چگونه حرف میزنن با تو، انا خوب معاملت دارن یا که؟ خوبن دیگه، قشنگ این هموطنیم دیگه هممون با هم. یعنی اصلا بین تاجیک و ایرانیا تقریبا هیچ فرقی نیست. من خیلی رفیق تاجیک خیلی داشتم. من کازان بودم، شهر کازان یه شهر دیگه است اینجا، اونجا کلی رفیق تاجیک داشتم. اومدم اینجا باز رفیق تاجیک، هنوز که هنوزه یه سری رفیقا تاجیک هم با این که مثلا تو کازانن ولی شماره همو داریم حرف میزنیم. تاجیک ها قشنگ عین ایرانیان دیگه. یگان مشکلی نیست که هم نه صحبت میشه مثلا ببین مثلا من حوزه هم صحبت شدستم یگان مشکلی ندارم من که بفهمم یگان همه سخنای تو همه آخه گپاتا ما فهمیدستم. ببین یه چیزی که هست، تاجیکا و ایرانیا همه یه نژادیم، بله همه پرسیت که همه پرسیم بله دیگه. بله بله اما چرا نه یک خیلی توجیکو هستن در توجیکستان مثلا یک خیلوش مثلا بچه‌ای که فکر میکنن که مثلا زبان ایرانی زبان پارسی ایرانی یعنی فرقت بزرگی فرقت زیادی دارد، این همی گونه حرفا میزنن فکر دارن برای که اینا قدر ببین همسوبت شدگی هستن. میفهمی چی میگم؟ آره آخه ببین زبان فارسی که الان اینی که خودمون صحبت میکنیم که نبود. خب زبان فارسی خیلی قدیمی تر، مثلا اصیل هخامنشیه که با این چیزی که الان ما صحبت میکنیم خیلی فرق کرده. بعدش اومده شده تو زمان قاجاریه اومده فارسی تغییر کرده به زبان قاجاری، بعدش شده زبان پهلوی، بعدش شده فارسی الان. یعنی هر زمانی یه سری تغییر میکرده دیگه. یعنی چجوری به توضیح بدم، اینی که الان صحبت میکنیم که مثلا خود میدونی که خودمون بله پرسیسکیم دیگه، خودمون همه ریشه هخامنشی اینا میام مال 2600 سال قبل از میلادیم. بله اون زمان که قطعا تا الان فارسی یه شکل نبوده دیگه، از اون موقع تا الان بله با توجه به تغییرات جغرافیایی تغییر کرده. حالا چون مثلا تاجیکستان یه زمانی خب اینا همش تاجیکستان و ترکمنستان و قزاقستان و ازبکستان و تاجیکستان، قرغیزستان و آره غیره. اینا همه قبلا جز شوروی بودن دیگه. خب بله تحت تاثیر روسیه اومده آلفابت روسی اونجا اضاف شده، بله ولی باز ملت فارسی صحبت میکنن ولی با آلفابت روسی مثلا ازش استفاده میکنن. درسته؟ بله خب خب اینا برادر همش تغییر داشته، بله تاثیر داشته. همین بلوجو در افغانستان هم هستن نه بلوجو؟ بلوچا تو افغانستان نه. در پاکستان افغانستان چی؟ نه کن. افغانستان افغانها افغانن دیگه. خب پاکستانی ها هم خب که پاکستانی هم. نه ببین میگم که از چه لازم میگه؟ یعنی میگم که همین بلوجی در افغانستان و پاکستان مردمش هست که زندگی میکند یا که نه آره زیاد هستن. نه هست زیاد نیستن. زیاد نیست. بلوچا اکثرا تو خود زاهدان و سیستان بلوچستان جمع شدن. خب تو بخشای بله مرزی با افغانستان مثلا یکی دو تا شهر نزدیک به مرز ایران و افغانستان هست که داخل افغانستانن و اونجا بلوچ زندگی میکنه. آره خب حوزه در ایران چی وضعیت هست برادر پس از همین جنگ چیزا وضعیت چی هست جنگ و چرا افغانو رو اینقدر دیپورت کردستان اور معلومات داری؟ من که آره افغانا رو دیپورت چرا؟ چون 3-4 سال بعد از اینکه طالبان اومد داخل افغانستان، بعد از اینکه طالبان اومد یه تعداد خیلی زیادی از حالا مردم مسلمون افغانستان فرار کردن آمدن داخل ایران، چون طالبانیا خیلی شدید مسلمونن. می‌دونی چی میگم؟ یعنی خیلی حالت افراطی ان، بله اینجوری بگم. سر همین یه تعداد خیلی زیادی اومدن داخل ایران. بعد سر همین نظارتی بهشون نشد، یعنی گفت
یه خیلی تعداد خیلی زیادشون قاچاقی اومدن، یه تعداد خیلی زیادیشون مدرک درست حسابی نداشتن، یه تعدادی از چیزا دیپورتا به خاطر همینا بود. بعد از حمله ای هم که شد به ایران اسرائیل، خب یه تعداد خیلی زیادی از کسایی که برای اسرائیل کار میکردن داخل ایران مثل اینکه افغانستانی بودن، یعنی اتباعی بودن که از افغانستان، حالا مثلا کسی که از افغانستان اومده اینجا تو شرایط سخت ایران کار پیدا کردن هم سخته دیگه، طرف مجبور شده با مثلا یه جوری پول در بیاره، به هر حال هر جوری. خب سر همین فکر کنم اخراجشون کردن. خب حاضی اخراج کردستان دوام دادستان همی کار دوام دادست نه چی؟ یعنی حاضر در ایران همی افغانستانیا دیپورت کردستان حقیقتاً. آره یه تعداد خیلی زیادی تو هولوش فکر کنم 5 میلیون نفر یه همچین چیزی، بله خیلی زیاد بودن. خیلی زیاد گفتن. من راستی نه قدر معلومات دارم. خب در ایران اویدی تاجیکستانی یگون خبر دارن، ایرانی یگون معلومات دارن. تاجیکستان آره 100% مگه میشه. در صحیفه اجتماعی میبینی بسیاری ایرانیا مثلا که در ایران استقامت میکنن میگن که ما نه قدر خوب میدونیم تاجیکستان، فهمیدی؟ معلومات زیاد ندارن. از لحاظ آشنایی با تاجیکستان آره، یعنی خیلی از جا، یعنی من خودم تاجیکستان رفتم. خب اوه خوب. آره خیلی جاهای اصلا چجوری بگم، ملت ایران چون حالا هزینه‌های مسافرت خارجی خیلی گرونه، خب تنها جایی که اکثرا میرن ترکیه است. چرا؟ چون میگن آب و هوای خوبی داره، نمیدونم تفریح داره، آزادی داره نسبت به ایران. هیچ کدوم تاجیکستان رو نمیشناسن، در صورتی که تاجیکستان هم از لحاظ گردشگری خیلی بهتر از ترکیه است. آره جدی واقعا خیلی بهتره. همین که اون آزادی که توی تاجیکستان هست تو ترکیه هست، تاجیکستان هم هست. یعنی چون میدونی که تو ایران جمهوری اسلامیه، یعنی ایران نیست، خب جمهوری اسلامیه، جایی که حجاب اجباریه، حتما باید حجاب سر داشته باشی، نمیدونم الکل و اینجور چیزا اصلا نیست، یعنی قدغنه، اگه داشته باشی مجرمی میگیرنت. سر همین ملت برای اینکه مثلا خوش بگذرونن میتونن برن ترکیه، ولی خب از اونجایی که با تاجیکستان آشنایی ندارن میرن ترکیه. خب حاضی مرسورا چیز کردن که با سوژدشنامه بستن که مثلا از ایران با تاجیکستان و از تاجیکستان با ایران هواپیما شده گستن، ویزا نیست، راودید است، میتونن سرگشت کنن. اما تو در تاجیکستان در کجا بودی برادر؟ در شهر دوشنبه من آره دقیقاً دوشنبه بودم، زیادم نبودم، 3-4 روز بودم. اونم یکی از دوستام دعوتم کرده بود، گفت بیا. بعد دقیقاً همون تایمی هم که گفتن که دیگه ویزا نمیخواد، خب رفیقم یکی 2 بار دعوتم کرده بود، ولی چون حالا گفتم ویزا میخواد و منم که تو دیگه روسیه رو که دیگه حالا میدونی، خودت میدونی دیگه، بخوای بری بیای خیلی دردسر داره، ریجستر و فلان و اینجور چیزاش. من سر همین گفتم که حالا باشه ان شاءالله تموم کردم دانشگاهم و فلان و اینا میام حتما. نصیب. خب معقول شد، خیلی معقول شد. آره واقعا ببین اصلا خجالت میکشیدم میرفتم، یه جوری با هم برخورد میکردن انگار پادشاه بودم. اصلا هم مردمش خیلی باحالن، هم خیلی مهمون نوازن. بعد اصلا نمیدونم چجوری بگم دیگه. من هنوزم اون رفیقم مثلا بهم زنگ میزنه اینا، هر موقعی که میگم گفتم اومدی روسیه خواستی بری ایران هر کاری داشتی فقط به من بگو، که حالا فعلا که هیچ چیزی نگفته بود. ما در تاجیکستان میدون چی میگیم که دوست آید گرم در آغوش گیر، رسمی خوبی تاجیکان رو گم مکن. فهمیدی برادر؟ دوست آید گرم در آغوش گیر. با مردم تاجیکستان هم صحبت شدی؟ مثلا یک چند تا ویدیو نوار دیدم، یک ایرانی فکر میکنه که با تاجیکستان روی حتما زبان انگلیسی یا که روسی باید حرف زنی، اما یعنی نمیدونن که ما فارسی زبان هستیم. آره فارسی میتونم هم صحبت شدی؟ یک مشکلی؟ آره اتفاقا با یکی 2 تا از یعنی کسایی که سنشون بالا بود خب صحبت میکردن، خیلی باحال. بعد اینکه همشون شعر بلدن، خیلی باحاله. یعنی میرفتی مثلا یهو شعر از حافظ میگفتن، یهو شعر از سعدی میگفتن، خیلی اصلا این چیزا که تو ایران نیست الان. یعنی تو کسی رو پیدا نمیکنه شعر حفظ باشه درست حسابی، پیدا میشه ولی خیلی کمه. کم. آره ولی چرا این گونه است؟ ببین در تاجیکستان از
мактаб дар мактабҳо яъне кай ки хурсол ҳастӣ моро ҳамин ҳар гуна шеърҳоро ёд медиҳанд чӣ ҳофизу آره саъдиву توی ایران рудакиву. همین جوری هست ولی خانواده ها تو ایران زیاد به این چیزا اهمیت نمیدن حقیقتا. یعنی الان که اینجوریه، یعنی اون موقعی که چون الان همه تو ایران دارن یعنی بچه‌ها همه بخوان که پدر مادرها که هم میخوان همه بچه‌ها دکتر مهندس شن، همین. یعنی اصلا براشون مهم نیست که طرف علاقش نیست نمیخواد، باید بشی. سر همین به این چیزای شعر و اینجور چیزا زیاد توجه نمیکنن. خب ман як дили ният дорум ба наздикӣ ҳамин ха намедонам ин сол аст соли оянд бошад мехоҳам як Эрон бирам. барои чӣ ман мехоҳам бирам дидӣ ин мӯи ма мехоҳам камтарак чиз кунам фаҳмиди аз ду тараф камтарак рафтест аст фаҳмиди ха ҳеҷ гап не мисли падарам борен рафтест аммо мехоҳам як бор ҳам Эрон бирам як сайргашт кунам як бор бибинам як чарх занам як хӯроки эрония бичашам як мардуми Эрон кати ҳамсуҳбат шавам. боз гуфтам ки бирам уҷа масалан мо гуфтам ки дар Бритониё ҳастем дар ин ҷо дар Бритониё дандонпизишкӣ ин чизо хеле гарон аст хеле чиз вақти зиёд муҳлате мегирад ки як аппоинтмент кунӣ яъне чӣ мегӯянд аппоинтмент ба тоҷикӣ чӣ мешавад наметонам хулоса вақт равид пеш ҳама духтур ана Эрон бошад. Эрон ба фикрам хубтар аст, Туркия ҳам хубтар аст аммо масалан ман Туркия ба гуфтам Туркия равам барои як ҳамин мӯя шинондан камтарак аст зиёде нест 3,500 пунд гуфтанд те 4,500 آره گرونه. ایران فکر کنم ارزون تره. бале ман гуфтам аба ча ин камтарак аст мо ки аз Бритония ҳозир ҳастем фикр накунед ки мо Бритония ҳастем мо Бритония нестем мо муҳоҷирем ки не гуфт ки ҳамхели нархҳо аст бас иҷа як бародарам ҳаст эронӣ гуфт ки гӯш ки Эрон бира Теҳрон беҳтарин ҳамин чиро ҳастанд ки خدمات پزشکی و اینجور چیزا تو ایران هم حالا جراحی و برای بینی و صورت و اینجور چیزا همه برای کاری ارزون تره. این همه بینیم برادر خود دکتری دندان هستی اما بینی ما همین در روسیه خیلی زیاد استقامت کردم میدونی که خیلی هوا سرد است نه همون هوای سردی و بینیم همون وقت محکم بود فهمی یک تاش محکم یک تاش شد پس گفتم که همون ایران هم برم ممکن که یک операция چی میگن آره عمل جراحی یک عمل جراحی کنم ممکن برای که میترسم همین جراحیات اما گفتن که در ایران هم نمی گونه کار میکنم برای که نفس کشیدن خوب نمیتونم کنم فهمیدی آره من خودم هم همینجوری هم همین پخ کردم میشینم همین از روسیه در همین بریتانیا هم هستم باران افتاب همین هر روز نم خیلی است هیچ گفتم نه باید یا روی حال شیویم انا ایران میریم نصیب چیز میکنیم. آره برو هم غذا رو بزن غذا رو که حتما برو ایران بزن بچه باور کن این همینجا مغازه همه روز رفتم شفتولو میدونی شفتولو میگن چی میگن آره شفتولو اینجا شفتولو هستن شفتولوی نه قدر خوب بامزه هستن مثلا از برزیل از افریقا میورن همین پختگیش نه خمش میورن که در راه پخته شوه گفتم پخته شوه تو اینجا میورن که تو حال پخته نه سخت است فهمیدی پس همه نمیخرم میگم خدا ما کی تاجیکستان میرم یا که کی همون ایران میرم که اوجا برم ایران تاجیکستان میوه تازه بله بردار خب تشکر زیاد بردار گرومی تشکر زیاد خیلی خوشحال شدم اینی حال هازی مثلا اینمی چی جور کردی با ما بگو او چیز کارتوشکا بود و چی بود میبخشیم چی میگن سیب زمینی سیب زمینی در تاجیکستان ما کارتوشکا میگیم که سیب زمینی او سیب زمینی چی جوری کردی چی زبون کردی حرف میزنی با مردم ты по-русски говоришь со всеми? Я по-русски, на английском, персидском, французском чуть-чуть еще. Вау! Да, ты полиглот, брат. چرا مردم ایران مرسی میگوید؟ چرا تشکر ممنون میگن؟ ممنونم میگن بله ممنونم میگن. ممنون میگن. مرسی خیلی زیاد میگن. مرسی آخه اگه مرسی رو بیشتر بخش شمال شرقی و اونجا میگن. خب یعنی مرکز شمال شرقی تایمی مستعمره بود دیگه زمان قاجار ایران 3 بخش بود. یه بخشش دست پرتغالا بود، یه بخشش دست روسا بود، یه بخش دست انگلیسا. خب اوکی. اون زمانی که شاههای قاجار خیلی برای مثلا 100 سال 150 سال پیشه اینی که دارم میگم. یه زمانی حمله کردن موقعی که ایرانو خواستن غارت کنن و فلان این داستانا.
3 قسمت شد. بعد یه سری کلمه‌ها از اون زمان وارد زبان فارسی شده، یعنی زبان ایرانی‌ها شده. خب این به خاطر اونه. خب اون چرا موقع فرانسوی‌ها هم بودن دیگه. این مرسی از مرسی فرانسوی‌ها اومده. خب مردم ایران هم به فکرم فرانسوی می‌آموزند. فرانسوی خیلی ها میدونم بسیاریا. میدونن آره. این Je m'appelle کسی ما فرانسوی نمیدونم اما یک بار هم صحبت شده بودم. سوا como ça va bien et سوال کم toi سوال je m'appelle Shah et toi یعنی نمی جاوید. کلمای چیز است کو بازیک حرکت میکنی آره. که آموزون فهمیدی اما فرانسوی با فکرم خیلی دشوار است نه. من حقیقتا اومدم شروع کنم فرانسوی یاد گرفتن، دیدم دارم روسی فراموش کنم. ببین وقتی تو ذهن زبان زیاد میشه یه خورده قاطی میکنی. من سر همین فعلا فرانسوی گذاشتم کنار، یعنی در حد یه خورده سلام و خوبی و چه خبر و اسم منینه و اسم تو چیه فقط یاد گرفتم تا این درسم و این داستانه تمام شه. بعدش دیگه کلا بچسبم به زبان، چون خیلی سختی یادگیریش دیگه. باید هم فیلم ببینی، هم نمیدونم یوتیوب نگاه کنی، هم کتاب بخونی. خب نه وقتشو دارم نه. چیز داری برادر؟ اینستاگرام داری؟ اینستاگرام آره. بیا اینستاگرام تمام دانویس. ما چیز اد میکنم تا یگون روز بو نصیب شده باشه هم صحبت میشویم مالی برادر. برای که خودت هم استریم میکنی ما از خودت یگون چیز میآموزم با یگون چی شوم مالی برادر. یگون سوال و جواب شوم چون که ما در این استریم نه قدر خوب هستم نه قدر خوب میدونم چی گونه استریم کردن در کلا چی گونه وب کامera فهمیدی. خودت با فکرم خیلی دراز مدت کردی. وب کمت آبزبات داری یا؟ بله آبزبات مینی. دیدم آخه اینجوری میکنی که چیزش ثابت بشه. بله آبزبات مینی گرفتگی هستم گفتم که خوب است. انا اینقدر خوب نیستم. اینا در پیش دیدستی وجود چیز گرفتم دو تا لایتینگ گرفتم انی هول خوب کلی نفهمیدم چگونه کار میکنه. این میکروفون چی فیفاین آره بس برای من همینه. میکروفون فیفاین گرفتم انا خب همه چیز آموخته استم فهمیدی برادر. نه قدر خوب حتی خب با ما الان فکر کنم مایکت هم فعال نیست. چه فعال نیست؟ مایکت برای مینی چت یعنی کار میکنه؟ همین مایک؟ آره چون صدات از مایک نمیاد، فکر کنم صدات از وب کمت داره میاد. نه صدام از میکروفون میاد. بزن روش. گیرون است خوب. نه رو مایکت اینجوری بزن. آخه صداش انگار از یه جای دیگه داره میاد، از مایکت نمیاد. داخل سیتینگ براوزرت خب بذار بگم دقیقاً جواب. برو داخل سیتینگش، بعد برو بخش پرایوسی و سکیوریتی. خب بله من ناف دیدم آها الان درست شد. ما ایرا ناف دیدم. همین چرا بر وقت نگفتی برادر؟ و اگر آخه نفهمیدم براوزر از OBS جداست دیگه. خب من فکر کنم داری تو OBS اگه اوکی باشه تو براوزر مشکلی نداره. ولی با من که صحبت الان صدات قشنگ از میکروفون داره میاد. زنده باشه. ببین من نمیدونستم، من نمیدونم این چگونه چی است. من این چترولت هاوز پیش از تو یک بچه توجیک سوال کردم که برادر چگونه با ایرانی هم صحبت شدیم که و گفت که نمی چترولت درو در وجه رندوم کردن که یک میغلطن فهمیدی. خب همین باعث دیگه تو همون وقت آوازی مرا چیز بود. خب مشکلی نیست برادر. کنی اینستاگرام سر SLR да и аккаунт открыт у меня. Сэр SLR. Это вместо, типа, отдельно нет. Типа, сэр, SLR. Наводы чор? Не, без ничего. Сэр, SLR. Бемам никнейм написам, шо Акими. این امیر ما در اینستاگرام دا نویش مالی برادر بود دا علاقایم خدا نصیب کرد. ما این ویدیو نورا در یوتیوب پهن میکنم. در یوتیوب ما یک 48 هزار فالوور دارم. در تیک توک یک 25 هزار فالوور دارم. خلاصا شما ده؟ بله Я вот сейчас подписал. گاب نیست. تشکر زیاد برادر. روز ما میبینم چی شود من شما هم اد میکنم مالی برادر. قربونت. خب تشکر زیاد. زنده و سربلند باشید. روزت خوب باشه. شما هم برادر تشکر. خوشحال شدم. من خوشحال شدم. تشکر زیاد همچنین.